با فرو رسیدن فصل تابستان در کشور موسم شناوری نیز شروع می‌گردد. طبیعی است که گرم شدن هوا مخصوصاً کودکان و نورسان را به لب کلو دریاها می‌برد تا از دمای طاقت‌فرسا لحظه امین باشند. متأسفانه در بعضی حالت‌ها به اهمیتی و رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بخطری هنگام شناوری پیامدهای ناخوش به بار می‌آورد. کل جوانان شهر دوشنبه یکی از مکان‌های اساسی فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت به شمار می‌رود. مسئولین این مؤسسه فراغتی نیز به مواسم نو شناوری همه‌جانبه آمادگی گرفته شرایط را برای استراحت کنندگان مهیا کردند. برای گذراندن این موسم ما تمام شرایط‌های لازمی را مهیا کردیم. جای آبوزی، نقطه نجات‌دهی که از 2 نفر آدم عبارت است. همه شرایط برای مهیا کرده شده است. هم دوربین دارند، هم مقصد که چیزای نجات‌دهی آبوزی وسطای نجات‌دهی آبوزی دارند. عموما همه شرایط ما برای گذراندن این موسم تیار است. باید گفت به موسم نو شناوری همچنین کمیته حالت‌های فوق‌العاده کشور نیز آمادگی دیده کارمندان آن در لایحه نقشه‌چورابینی‌ها وضع کل‌های شهر دوشنبه را از نظر می‌گذرانند و برای رفع کمبودی‌ها مسئولین را وظیفه‌دار می‌کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده چنین کارهای فهماندهی را در بین اهالی از جمله در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه نیز ظاهر می‌کند. سبب اساسی غرقشوی که در بین اهالی ما با قید میگیریم این نه تنها شناوری کردن نتوانستن بلکه نادرست رفتار نمودن در درون آب است. این پیش از همه بعد از خوراک باید که بعد از 1.5-2 ساعت بعد از تحمل خوراک باید که با درون آب درآمده شناوری کنند و از ساحل نباید که 1.5-2 متر دور روند، در جایهای ناشناس نباید که آب‌بازی نمایند و حتما در کل‌هایی که اجازت هست برای آب‌بازی نمودن در آن جایها باید که شناوری کنند. موافق معلومات آماری سال گذشته در اکثر موردهایی که غرقشوی کودکان به قید گرفته شده است، حالت‌های به همراهی والدین و یا نزدیکانشان به کل و حوض‌ها آمدن آنها بوده است. با اطلاع کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سال 2016 در جمهوری در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و بی‌مسئولیتی بعضی پدر و مادران 138 نفر به هلاکت رسیدند که از این شماره 58 نفرشان کودکان میباشند. در نزد کل‌های شناوری همچنین گروه‌های نجات‌دهندگان تشکیل کرده شده است که در حالت‌های ضروری با استفاده از قایق و دیگر لوازمات نجات‌دهی به ضرردیدگان کمک می‌رسانند. یعنی گروه‌های نجات بخشی نیز به موسم نوبتی شناوری همه‌جانبه آماده می‌باشند. برای پیشگیری از خطر غرقشوی آدمان هم مسئولین باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت که در آنها چنین حوض و کل‌های شناوری موجود است و هم کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده همه‌جانبه آمادگی دیده‌اند. اما نباید فراموش کرد که در چنین حالت‌ها پیش از همه مسئولیت بیشتر از هر شناور طلب کرده می‌شود. سید رحمان حبیبов، انور سلیمов برای برنامه اطلاعاتی نوید.